بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز، مستانیا و همیهنان محترم، مخاطبای محترم برنامه گزارش ورزشی. خیلی خوش آمدید به پخش زنده بازی دو تیم پارس جنوبی جم سایپای تهران. بازی حساس از هفته 28 رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال باشگاهی کشور جام آزادگان، بازی که در استادیوم تختی شهر جم برگزار میشه. آرزو میکنیم بازی خوبی باشه، مورد توجه و رضایت شما بینندگان عزیز هم قرار بگیره. همونطور که عرض شد بازی از هفته 28 رقابت‌های لیگ دست اول برگزار میشه و میزبان هم تیم زردپوش است که از سمت راست و چپ میزنه در این مسابقه و برای تماشاگرانش، هوادارانش، علاقمندان به ورزش و فوتبال در استان بوشهر به شدت راغب هستن و دنبال این هستن که پیروزی تیم پارس جنوبی جم در مقابل تیم مدعی سایپا رو ببینن در این مسابقه. بازی که بین دو تیم هفتم، تیم پارس جنوبی جم تیم میزبان این مسابقه در مقابل تیم پنجم جدول تیم سایپای تهران برگزار میشه. بپردازیم به معرفی نفرات، ضمن که حمید نادری رو هم ملاحظه میکنید، بازیکن بسیار خوش تکنیک در ترکیب تیم پارس جنوبی جم. خدمتتون عرض بکنم که آقای رجب زاده در این مسابقه 4 تغییر رو به نسبت بازی هفته گذشتهش اعمال کرده و با 4 تغییر تیمش رو به زمین مسابقه فرستاده. احمد مهرابی، صالحی، افتخاری، دشتی، نادری آقای رجب زاده به زمین مسابقه فرستاده. ضمن که خطا رو هم در میانه زمین ملاحظه کردید روی شاهین طاهرخانی اتفاق افتاد پشت محوطه و تیم سبزپوش این مسابقه در این مسابقه و در این دیدار تیم سایپاس که توپ رو برمیگردونه. خدمتتون عرض بکنم در این مسابقه آقای ابراهیم صادقی، ضمن که مهدی رجب زاده رو ملاحظه فرمودید، آقای ابراهیم صادقی این نفرات رو به زمین مسابقه فرستاده. 98 فرزاد طیب‌پور دروازه‌بان هست، معین قربانی، سجل عبدی، علیرضا خوشکفا، محمد صادق بارانی، پیمان رنجبری، پیمان میری، امیرحسین یحیی‌زاده، مهدی کربلایی، احسان جودکی و علی دهقان نفراتی هستند که همونطور که عرض کردم آقای ابراهیم صادقی به این مسابقه و این رقابت فرستاده. داور وسط آقای مهرداد خسروی، کمک اول رضا حیدری، کمک دوم آقای مرتضی رجال زاده و داور چهارم علی کعبی. خودش رسیده تیم استان ما پارس جنوبی جم از قافله یه مقدار عقب افتاده و عقب مانده، ولی خب همچنان روی کاغذ به هر حال به لحاظ تعداد امتیازهای باقی مانده بدون شانس نیست و حالا سوای این که به هر حال انتهای فصل این تیم میتونه به لیگ برتر راه پیدا کنه یا خیر، باید به هر حال بجنگه مسابقاتی که پیش رو داره، 7 مسابقه ای رو که دارن و تلاش بکنن که برای هوادارانشون بازی بکنن. غیر از این مسابقه 6 مسابقه دیگر رو هم داره تیم پارس جنوبی جم. عرض کردم به هر حال به لحاظ امتیازی امکانش وجود داره، ولی خب دیگه باید بازی به بازی نگاه بکنن و 3 امتیاز جلو برن تا ببینیم انتهای فصل چه شرایطی رقم خواهد خورد. ابراهیم صادقی رو پای تصویر ملاحظه کردید، مرد ملقب به مرد نارنجی در فوتبال کشورمون با سالیان سال حضور در تیم سایپا، چند مدتی دستیار آقای ربیعی شد در تیم‌های مثل رفسنجان و ذوباهن و این فصل مجدد برگشته به خونه خودش تیم سایپا و به دنبال این هست که در رقابت تنگ و تنگی که در بالای جدول شکل گرفته بتونه سایپا رو برگردونه به لیگ برتر. خدمتتون عرض بکنم که ضمن که بازیکن سایپا توپ رو از سمت راست در اختیار دارن، یه سانتر کوتاه رو به محوطه جریمه ارسال میکنند که اونجا برای بچهای پارس جنوبی جم توپ رو کنترل میکنند، رو به عقب با خط دفاعی کار میکنند، اونجا مدافعان توپ رو دور میکنند. توپ به بیرون رفته از کنار دروازه در واقع از خط طولی، ضمن که نیمکت تیم میزبان رو هم ملاحظه فرمودید. 4 تغییر رو عرض کردم داده به ترکیب خودش، افتخاری، دشتی، احمد مهرابی، بهتر بگیم 5 تغییر، اژدهاکش و جعفری نفراتی هستند که به نسبت بازی هفته گذشته و شکست مقابل پیکان در این مسابقه به زمین مسابقه فرستاد. آقای
ابراهیم صادقی که نیمکتش رو هم ملاحظه میکنن بینندگان عزیز، فقط یک تغییر رو داده و اون حضور یحیی زاده به جای علی زاره هست. ما وقتی بازیکن همون بازیکن هستن که در پیروزی هفته گذشتهشون حاضر بودند. در میانه میدان برای بچهای پارس جنوبی جمع یه پاس تک ضرب که اونجا قطع میشه و اجازه نمیدن که پاسکاری برای بچهای پارس جنوبی شکل بگیره. از خط دروازه مهرابی توپ رو بلند میفرسته به زمین تیم سایپا، میانهای زمین کنترل، دریبل سر پا رو به جلو میفرسته توپ رو که مدافعان برمیگردونن در فاز بعدی و مجدد باز هم زرد و مشکی پوشان پارس جنوبی جمع با حسین پورامینی که پاس حسین هم به مقصد نرسید و در میانه راه توپ رو گرفتن. حالا سایپایی‌ها از سمت چپ و حالا در مرکز آهنگ دروازه حریف رو میکنن با صادق بارانی، بازیکن با تجربه شون که معرف حضور بینندگان عزیز هست. صادق بارانی بازیکنی با سابقه حضور در همین تیم سایپا، شاهین بوشه، ملوان و حالا مجدد سایپا. در بچه پارس جنوبی توپگیری خوب از سمت چپ به سمت دروازه حریف، توپ رو یه لحظه اثری روش گذاشتن که ناقص است و برای بچه‌ها با رضا جعفری توپ رو در اختیار داره. اعلام خطا هم میشه از معین قربانی بر روی رضا جعفری. رها میکنن اونجا تا شاهین طاهرخانی ضربه رو بزنه. در خط دفاعی با صالحی کار میکنه، امیرحسین صالحی با مهرابی. او در خط دروازه توپ میره به کناره ها و از همون سمت هم به بیرون میره. 7 دقیقه از زمان مسابقه رو سپری کردیم. تساوی بدون گل برای این مسابقه که حاکم هست. یک فرار حالا از سمت راست برای سایپایی‌ها به دست آمده امیرحسین یحیی زاده که عرض کردم او تنها تغییر آقای ابراهیم صادقی است. سانترشو برمیگردونن برای بچه‌های پارس جنوبی جمع. حالا حمیدرضا نادری یک فضای خیلی خوب رو داره، بازیکن بسیار پا به توپیست، 1 به 1 کارو هم راحت معمولا برمی‌داره در سود خودش. آیا دمیده یا خیر؟ بله، آقای مهداد خسروی در سود خودش دمیده. عرض کردم 1 به 1 رو به راحتی حمیدرضا نادری برمی‌داره و مشکلی نداره از این بابت. بازیکن خطاکار سایپاس یا شماره 30 که مهدی کربلایی است اینجا نتونه حریف تکنیک بالای حمید نادری بشه و با خطا حمید نادری رو متوقف کرد. حالا یک فرصت خوب از سمت راست دروازه فرزاد طیبی پور به دست آمده برای تیم میزبان پارس جنوبی جمع. و اینم نمای از تماشاگران که حالا به تبع با توجه به کمرنگ شدن حالا شانس صعود یه مقدار استقبال هم کمرنگ شد. در نقاط مختلف کشور در این فصل همراهی کردن تیم پارس جنوبی جمع رو. بازی خانگی بودن، بازی خارج از خانه هم حاضر می شدن، ولی خب نتایج اونگونه که دوست داشتن پیش نرفت برای طرفداران پرشور تیم پارس جنوبی جمع. ارسال از سمت راست با کوروش آکوش به سمت دروازه داشتیم توپ مستقیم میرفت که از کنار دروازه به بیرون رفت. این چهره جوان که در ترکیب ثابت قرار گرفته برای تیم پارس جنوبی جمع، ارسالش مستقیم داشت چارچوب و دروازه رو تهدید میکرد که از کنار دروازه این توپ به بیرون رفت. طیبی پور از خط دروازه با مدافعان خودش کار میکنه. او مدافعان در واقع توپ رو دور میکنن. میانه زمین یه سر خوردن بعد موقع رو داشت هافک تیم پارس جنوبی جمع و توپ رسید به بازیکن سایپا مجدد. میانه زمین سایپایی‌ها توپ رو در اختیار دارن با بارانی. یکی دو بار رفت و برگشت. ارسال بلند به سمت چپ. حالا وینگر چپ خودشون رو مهیا فرار و حمله میکنند از میان دو سه بازیکن. ارسال به سمت دروازه داشت خطرناک شد. یک گپ و یک فاصله زیاد بین صالحی و طاهرخانی قابل رؤیت و مشاهده بود، ولی خب خوشبختانه مدافعان توپ رو برگردوندند.
یه بار دیگه حرکت بازم از سمت چپ، یه سانتر خطرناک رو داشتن، سعی میکنن همون نقطه بازم توپ رو نگه دارن و از همونجا سعی کنن دروازه رو تهدید کنن. یه لحظه چهره علی دشتی رو هم ملاحظه فرمودید. ارسال بازم کنارها سمت چپ، صالحی رفته اونجا مزاحمت رو ایجاد کرده، با قلدری سعی میکنه توپ رو بگیره از بازیکن سایپا. فعلا سایپایا توپ رو در اختیار دارن، یه لحظه از پشت باید مراقب باشه. به هر حال هفته‌های پایانی شرایط بسیار حساس است، کوچکترین برخوردها ممکنه به هر حال جریمه هایی رو در پی داشته باشه. مهرابی توپ رو در اختیار گرفته و اونجا پیمان رنجبری فوروارد با تجربه یه لحظه مشاهدهش کردید که مزاحمت هایی رو هم ایجاد کرد براش. حسین پورامینی در خط دفاع کار میکنه با صالحی و طاهرخانی. مجدد صالحی، اجراکش در سمت چپ توپ رو گرفته رو به عقب. طاهرخانی مجدد اجراکش، یه از توپ انداخت و خواست فرار بکنه. او بود یا جعفری؟ جعفری است. جعفری بود که خواست عبور بکنه از امیرحسین یحیی‌زاده. هرچه که بود مجدد توپ رسید به بربشای پارس جنوبی جمع. میانهای زمین یه دامی رو میندازه، یه لایی رو هم متعاقبا میزنن سایپایا و توپ رو میبرن به سمت چپ. توپ رو اونجا در اختیار دارن بازیکن خط میانی تیم سایپا. قرار 3 امتیاز برای هر دو تیم حائز اهمیت هست. پارس جنوبی جمع به طور مشخص های رجب‌زاده در تلاش است که بتونه برای این انتقادی که وجود داره و اون برای عدم کسب نتایج مطلوب مقابل تیم‌های مدعی و بازی 6 امتیازی رو به هر حال بتونه با یک پیروزی خوب در مقابل سایپا پاسخ بگه. و از اون ور هم خب به تبع تیم سایپا نمیخواد کورس نزدیک و سنگینی که درباره جدول داره رو از دست بده. اعلام خطا میشه از پیمان رنجبری و این آقای حیدری با پرچم خودش اعلام میکنه. من این چهره آقای مهدی رجب‌زاده و صحنه خطایی که ملاحظه میکنه پیمان رنجبری پا رو انداخت پشت پای بازیکن تیم پارس جنوبی جمع. اعتراضی که یک اخطار رو برای محمد رضا باقری در بازیکن ذخیره تیم سایپا به همراه داره. اینجا پا رو انداخت جلوی پای اجدعاکش، داور خطاش گرفت. بعد از اون اعتراض ها باعث شد که یک اخطار رو در بازیکن ذخیره تیم سایپا دریافت بکنه. 13 دقیقه از زمان بازی پشت سر گذاشته شده و تساوی بدون گل که بر بازی حاکم هست. پورامینی، شاهین طاهرخانی رو به جلو برای جعفری. هول داده، اشاره میکنه که هول داده بازیکن تیم سایپا. به نظر حمید نادری رو یا شماره 27 بازیکنی که داشت صحبت میکرد رضا خانی. برای خطا اعلام شده برای تیم پارس جنوبی جمع. معین قربانی هم ملاحظه این آقای برجلوست مدیر تیم سایپا. کاظم برجلو مدافعی که سالهای نه چندان دور در خط دفاعی تیم سایپا بازی میکرد، هم نسلای خود ابراهیم صادقی است. کاظم برجلو ضربه خطا رو داشته باشیم. ارسال به سمت دروازه، ضربه سر همونجا زد حمید نادری که از کنار دروازه به بیرون رفت. داره صحبت میکنه که در واقع بعد اضافه میشن از تیر 2 و او به قصد پاس توپ رو فرستاده بوده تیر 2، ولی به هر حال بازیکن همایون افتخاری دشتی و دیگر بازیکن تهاجمی از اون سمت اضافه نشدند. به تبکار تاکتیکی بوده که قرار بوده به این صورت انجام بشه که ارسال رو نادری یا بازیکن دیگری که تیر 1 اصلا بفرستن تیر 2 و بازیکن از اون نقطه استفاده بکنن که به هر حال این گونه نشد. استظهار دارید که آقای رسول خطیبی که مدیر عامل باشگاه پیکان بود چند وقتی است که مدیر عامل باشگاه سایپا شده و این مسئولیت رو در این باشگاه در اختیار گرفته. اشاره کردم خدمتتون به
کاظم برجلو، ضمن که حالا یک توپ گیری و یک بهتره بگیم از دست دادن توپ بعد موقع رو شاهین طاهرخانی داشت در اون محوطه جریمه سایپایی‌ها باید مراقب باشن. مدافعان مهرابی خروج میکنه و توپ رو اجازه هم نمیده به کورنر بره و در اختیار میگیره. صحبت میکنه اونجا یار شماره 10 پیمان میری، اون بازیکن بسیار با تجربه است با نفت مسجد سلیمان، سابقه حضور و صعود به لیگ برتر رو داره. پیمان میری با محمود فکری مهم رو رقم زدن، پس از اون در تیم‌های مختلف کار کردن. پیمان میری و حالا در تیم سایپاس، ارسال به سمت دروازه و برگشت از مدافعان تیم سایپای تهران. از سمت راست پرتاب رو بر بچه‌های تیم ویزمان پارس جنوبی جمع انجام میدن. حرکت طولی از بر بچه‌های پارس جنوبی جمع موقت فراهم است، شاید کوچکترین برخورد میتونست یک پنالتی رو به دنبال داشته باشه. سانتر مواج و خطرناک اونجا طیبی پور به زحمت توپ رو دور میکنه. حملات باز هم از سمت راست، سانتر بلندی نبود، به هر حال پشت محوطه جریمه و داوری که حالا برای خسروی، مهرداد خسروی با چند سوت ابتدایی که زد مشخص کرد در واقع که از اون دست داوران نیست که اعتقاد داره کوچکترین برخوردها رو باید سود زد و احتمالاً تعداد سودهای زیادی رو داشته باشیم. بله اینجا ملاحظه می‌کنید یکی از موقعیت‌های خوبی که داشت تیم پارس جنوبی جبر ارسالی که انجام شد و تند و تیز هم بود، سرعت خوبی داشت و طیبی پور رو وادار به واکنش کرد. طیبی پور با پاسای کوتاه که اونجا داره رد و بدل میکنه با مهدی کربلایی مدافع خودش و دیگر بازیکنان و حالا خوشکفا سعی میکنه برای سرعت حملات دقایق اخیر پارس جنوبی جمع رو بگیره. بازیکن خوبی داره تیم پارس جنوبی جمع. یک ضربه از راه دور هم حالا میزنن به سمت دروازه، ضربه که این بازیکن زد رضا خانی و در اختیار دروازه‌بان قرار گرفت. صادق بارانی، ارسال بلند به سمت راست جایی که مدافع راست معین قربانی فرار کرده ولی خب نتونست توپ رو کنترل بکنه و این توپ به بیرون رفت. درس میگم خدمت کاظم برجلو که برای او مدیر تیم هست از این منم اشاره بکنیم که آقای اکبر فرید هم مدیر تیم پارس جنوبی جمع است، فرد زحمتکش باشگاه. آقای خطیبی پس از حضورش به هر حال تغییراتی رو هم داشت در تیم‌های پایه. جالب است بدونید که سرمربی تیم امید رو حامد کاویانپور قرار دادن. از دیگر بازیکن سالهای نه چندان دور فوتبال کشورمون که علاقمندان قدیمی تر خاطرشون از کامی سلسله به عنوان مربی تیم جوانان سایپا مشغول به کار هست و سرمربی تیم بزرگسالان که ابراهیم صادقی است، چهرهایی که همگی در تیم سایپا کار کردن گذشته. حالا حامد کاویانپور که در تیم پرسپولیس برای شناخته شده هست. ارسال دیگری که برای بچه‌های پارس جنوبی جمع داشتن و به طور مشخصی چهره رضا جعفری که در اختیار دروازه‌بان طیبی پور قرار گرفت، میل به بازی تهاجمی و در واقع نزدیک شدن به دروازه حریف رو این تیم پارس جنوبی جمع بوده که داشته. تیم سایپا نتونسته به دروازه مهرابی حالا تا اینجای مسابقه نزدیک بشه، گرچه حملاتی هم که تیم پارس جنوبی جمع داشته را خیلی خطرناک هم نبوده ولی خب به هر حال بیشتر توپ در زمین تیم سایپا در جریان است. یه توپ و ارسال پشت مدافعان از این دروازه‌بان به اون دروازه‌بان. طیبی پور هم توپ رو برگردون، به هر سختی که هست سعی میکنن مالکیت رو حفظ بکنن که در این لحظه ناموفق هستن و توپ بیرون میره. جنگندگی خوبی رو نشون دادن برای بچه‌های تیم پارس جنوبی جمع در این صحنه. خوشکفا میاد و پرتاب رو انجام خواهد داد برای تیم سایپا. از روی سر مهاجم و مدافع عبور میکنه. تو برگشتی رو امیرحسین یحیی‌زاده گرفته با شماره 7 که محمد صادق بارانی است کار میکنه. تیم سایپا با سابقه حضور در جمع 4 تیم برتر باشگاه‌های آسیا، سابقه قهرمانی در لیگ برتر،
لیگ ایران پیشتر از اون که به هر حال به عنوان لیگ برتر از سال 80 شناخته بشه، کاری که با دکتر ذوالفقار نسب انجام دادن. پس از اون در جام باشگاه آسیا به جمع 4 تیم رسیدند و حالا چند وقت است که در سطح اول فوتبال کشور حاضر نیست تیم سایپا. خط میانی صادق بارانی کنترل میکنه توپ رو و شرایط بازی رو سعی میکنه ابتکار عمل در اختیار تیم سایپا بمونه. میتونیم نگاهی بیاندازیم به بازی‌هایی که در حال برگزاری است. خب ما هم لیگ برتر رو داریم که در حال برگزاری است امروز و هم لیگ دست اول جام آزادگان رو که بعد من خدمتتون خواهم گفت. یه فرار رو از سمت راست بر بچه‌های پارس جنوبی جمع آغاز کردن. یه لایه فوق‌العاده رو میندازه اونجا بازیکن پارس جنوبی جمع. اگه گل بشه یکی از گل‌های زیبا میتونه رقم بخوره که 2 بازیکن در محدوده‌ای که توپ فرود آمد حاضر شدن اما نتونستن به توپ ضربه بزنن. یه ضربه حالا از راه دور رو چاشنی کار میکنه به تعبیری که حسین پورامینی بود یا نه این چهره اجراکش بود که این ضربه رو زد. حرکت بسیار قشنگی فکر کنم حمیدرضا نادری بود، حالا مقدار فاصله زیاد است که یا علی دشتی بود که دریبل قشنگ رو زد و آقای اکبر فرید یکی 2 روز قبل بود که مشخص شد آقای آماره به عنوان مدیر تیم فوتبال ساحلی در باشگاه پارس جنوبی از طرف آقای موسوی منصوب شده، برای پستی که سالها همین آقای فرید زحمتش رو میکشید و همراه بود با قهرمانی‌ها و عناوین مختلف برای تیم فوتبال ساحلیمون. بازی متوقف است، یک از بازیکن‌ها احساس ناراحتی میکنه و روی زمین است. امیرحسین یحیی زاده است. 21 دقیقه رو هم سپری کردیم بدون گل مساوی است. خب شهرداری نوشهر با مثل سونگون بدون گل مساوی تمام شد بازیشون. داماش تا دقیقه 90 3-0 شهرداری آستاره از پیش سقوط کرده رو شکست داده. به سطح کرمانشاه 1-0 از فجر سپاسی عقب هست و فجر سپاسی که عجیب اسب رو زین کرده برای بازگشت به لیگ برتر. مثل شهر بابک تا دقیقه 81 0 از تیم پیکان عقب است. دیگر تیم مدعی و بالای جدولی که بازی خودش رو برده با سیروس دین محمدی برد هفته گذشتهشون به هر حال مقابل تیم ما روی بخش بوده براشون. نیروی زمینی که هفته قبل دست به کار بزرگی زد و نفت آبادان رو در آبادان برد 1-0 عقب است حالا از پالایش بندرعباس. شهر راست تا پایان نیمه اول با آریو اسلام شهر هم دیگر تیم مدعی سر واقع بدون گل هستند. هفته گچساران و مثل کرمان بدون گل و بازی دیگر که در واقع دیر هنگام ترین بازی برای آغاز بوده دربی نفتی ها بوده. حالا تیم خود ما هم تیم پارس جنوبی جمع هم از جمله تیم‌های نفتی است ولی خب دو تیم با نام نفت یعنی نفت آبادان و نفت بچه سلیمان مقابل هم قرار گرفتن. یک تیم با انگیزه صعود لیگ برتر، تیم دیگر در تلاش برای بقا. یک فرار، یک حرکت که پاس خوبی نبود خانی و نرسید به 2 بازیکنی که در عمق فرار کرده بودند. هفته گذشته غیر از نفت و گاز گشتاران که مساوی کرد نفت آبادان باخت، نفت بچه سلیمان باخت، پارس جنوبی جمع هم باخت. در واقع تیم‌های نفتی بودند که مقابل حریفان خودشون همگی شکست خوردن. یه بحث مطرح شده و در مورد اینکه وزارت نفت بودجه به هر حال ورزشی خودش رو به میزان قابل توجهی حالا گفته میشه برای سال آینده، یعنی در واقع همین سال 1404 و فصل آینده کاهش خواهد داد و خیلی ها اعتقاد داشتن که انتشار این خبر در نتیجه ای که تیم‌های نفتی در هفته گذشته گرفتن حالا بی تاثیر نبوده. پالایش نفت بندرعباس هم بازیش هفته قبل باخت. برگردیم به همین مسابقه و امیدوار باشیم که تیم پارس جنوبی جمع در ادامه کار بتونه بیشتر دروازه سایپا رو نزدیک بشه بهش و تهدید بکنه. 25مین دقیقه بدون گل مساوی حمید نادری در تلاش برای ایجاد مزاحمت برای خوشکفا که برای باعث شد که او دفع توپی رو داشته باشه ولی نه چندان دقیق. حالا پورامینی توپ رو گرفته با خانی کار میکنه. خانی به هر حال اجازه نمیده توپ به بیرون بره در کنارهای زمین. این 2 بازیکن و حالا در پاسکاری خودشون اجراکش رو هم دخالت میدن رو به عقب حالا با شاهین طاهرخانی.
حرکت خوب از بر بچه‌های پارس جنوبی جمع. اعلام خطا در میانه‌های زمین برای طلایی پوشان، کاملا نزدیکم به صحنه هست و این چهره های مهدی رجبزاده که کنار زمین حاضر صحبت هم میکنه با رضا جعفری. قرار بهش میگه که در فاز هجومی چجوری حاضر بشه و خطایی که روی افتخاری شد. ارسال انجام میشه. برگشت از بازیکن تیم سایپا، دروازه پیمان رنجبری. حالا رفت و برگشت، ارسال بلند جایی که مهرابی از دروازه خارج شده و اسکورت میکنه توپ رو تا وارد محوطه جریمه بشه، اونجا راحت و بی دردسر بتونه توپ رو مالک بشه. حالا او هم یه مکس میده تا ساختار تیمیش منسجمتر بشه. حالا توپ رو در اختیار میگیره و مجدد روی زمین قرار میده تا با پا بازی رو به جریان بیاندازه. ارسال بلند از دروازه‌بان مهرابی پشت محوطه جریمه هم میرسه. برگشت از مجددا مدافعان تیم سایپا، طاهرخانی، حسین پورامینی با جنگندگی ضربه سر رو میزنه کاملا نزدیک از آقای مهرداد خسروی و اعلام خطا میکنه بر روی حسین پورامینی. امیدواریم که حسین مشکل خاصی نداشته باشه. ضربه سر رو که زد به نظر سری و صورتش مقدار دخیل شد در این فعل و انفعال و خوشبختانه مشکل خاصی نداره حسین و ادامه کار رو خواهد داشت. ضربه خطا رو بر بچه پارس جنوبی جمع خواهند زد با افتخاری. اشاره میکنه که به چه صورت توپ رو ارسال خواهد کرد. افتخاری خب کاملا کوتاه و عرضی بازیکن هم رها میکنه تا کامل تو بره به کناره ها. امیدواریم که تمرین شده بوده باشه این حرکت. حالا کاملا دیگه میاد توپ در زمین تیم خود پارس جنوبی جمع. میانه زمین حسین پورامینی رو به عقب با مهرابی توپ رو بلند میفرسته به قصد استفاده مهاجمان. به مهاجم ها نزدیک نیست و توپ میرسه از این ور به طیبی پور. رو به عقب، کار خطرناک، پست تند و تیزی بود که خط هافک داد به خوشکفا و دیگر مدافع مرکزیشون. به در سرم این مقدار افتاد اونجا کربلایی. به هر حال توپ به بیرون رفت. اعلام خطا ظاهرا شده به نفع سایپایی‌ها. ارسال از زمین خودی بلند به نقطه دورتر و توپی که از کناره زمین به بیرون میره. بازی چندان چنگی به دل نزده تا اینجای کار و حالا شاید حساسیتی که بر بازی حاکم بوده بی تأثیر نبوده باشه، ولی خب موقعیت گلی که تقریبا در این 29 دقیقه که نداشتیم، حالا مالکیت توپ رو میشه گفت برتری نسبی تیم پارس جنوبی جمع داشته، ولی خب عرض کردم دروازه‌ها به اون شکل تهدید نشدن و امیدوار هستیم در ادامه کار بازی جذابتری رو شاهد باشیم. خط دفاعی بر بچه‌های پارس جنوبی جمع اونجا توپ رو با درخشان به نظر رسید که یه لحظه توپ رو گرفت. نه، افتخاری است. بازوبند رو ملاحظه می‌کنید حسین پورامینی بر بازو بسته هافک با کیفیت تیم پارس جنوبی جمع و صالحی که رها می‌کنه تا مهرابی بیاد بازی رو، برای که توپ هم تقریبا از خط دروازه خیلی دور هست. اجازه میده تا مهرابی بیاد بازیسازی رو انجام بده، یا حالا کلا ارسال، بازیسازی که در کار نیست، ارسالی که میره به مرکز محوطه جریمه. برگشت از بازیکن سایپا درخشان رو به عقب کار میکنه.
با صالحی، او رو به عقب مجدد با مهرابی، اتفاقی که به دفعات تکرار شده حداقل در این دقایق. ارسال بلند حالا از سمت راست یک فرار رو انجام داده بود اونجا افتخاری که مدافعان هوشیار هستن و توپ رو برمیگردونن. مثلث تکنیکی خودش آقای رجب‌زاده رو در ترکیب ثابت داره. دشتی، افتخاری و حمیدرضا نادری رو. حالا یک حرکت خوب دیگه از سمت راست و این بار درخشان که فرار خودش رو انجام داده. ارسال رو هم میکنه به سمت دروازه و اونجا مدافعان توپ رو برمیگردونن. خوشکفا بود که این کار رو انجام داد و اجازه نداد که دروازه تهدید بشه. مجددا حرکت دیگر برای بچه پارس جنوبی جمع و ارسالی که باز هم مدافعان برمیگردونن. انرژیک و فعال بازی میکنه بازیکن درخشان برای تیم پارس جنوبی جمع و ضربه افتخاری که جالب نیست با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. بازم این مکس رو میده طیبی پور تا یه مقدار از سرعت بازی کاسته بشه. حالا خود آقای ابراهیم صادقی در هم مسابقه هفته گذشته و هم پیشتر یک بار در حالی که دروازه‌بانش همین طیبی پور احساس ناراحتی میکرد و از نوع دوقلو حالا احساس معصومیت داشت به گمان این که به هر حال شاید در راستای اتلاف وقت بوده باشه از کنار زمین فریاد زد سر دروازه‌بان خودش در بازی گذشته و تأکید کرد که برخیز و بازی رو ادامه بده و حتی گفته بود که به دنبال پیروزی به این صورت نیست در مسابقه فوتبال. برای کار ارزشمندی است و امیدواریم همه تیم ها پیرو به این مسائل باشن، اجازه بدن فوتبال در جریان باشه. حرکت رو به جلو برای سایپایی ها. اونجا هوشیارانه اجراکش توپ رو برمیگردونه در شماره 21. توپ رو در اختیار داشت. در خط دفاعی بازم با صالحی کار میکنن. کنارش دیگر بازیکن هم تیمی هست که شاهین طاهرخانی است. ارسال برگشت از کربلایی او و خوشکفا فعلا تا اینجای کار بدون اشتباه بودن. توپای هوایی رو همگی رو برگردوندند. حسین پورامینی برگشت عقب از اونجا. بازم ارسال خب به سمت حمید نادری. بازم تکرار میکنیم 1 به 1 رو راحت میتونه برداره. حمیدرضا نادری پاس خوب رو میده پشت محوطه جریمه اونجا برای خانی. خوب کار نکرد. همون موضوعی که واقعا ما همیشه حالا سعی کردم من اشاره بکنم که کنترل اولیه به تعبیر حالا محاوره‌ایش استوپ اولیه تو بسیار حائز اهمیت است در مدارس فوتبال. به هر حال بهش پرداخته میشه ولی میبینیم که در سطوح بالا حتی ملیمون هم گاهن ملی پوشمون از استوپ یا کنترل اولیه توپ واقعا گاهن عاجز هستند. اگر این توپ رو یک استوپ کنترل اولیه بهتر رو میداشت هم میتونست شوتی بزنه، هم میتونست پاس بهتری بده و کلی استفاده ببرن. ولی خب میبینید که بازیکنان ما گاهن در این مسائل بیس فوتبال دچار ایراد هستند. منظورم به طور مشخص این بازیکن خوب خانی نیست، به طور کلی عرض میکنم. پورامینی خوب از پاش جدا شد. یه لحظه اعلام خطا میشه از حسین پورامینی بر روی بازیکن سایپا. موقعیت خطرناکی میتونه باشه، روبروی دروازه است. حالا یه مقدار فاصله دور هست ولی خب صادق بارانی و یک دو بازیکن دیگر دارن که به هر حال میتونن خطرساز باشن روی این ارسال ها و این ضربات. خود صادق بارانی هم پشت توپ قرار گرفته. حسین پورامینی هم ایستاده تا به هر حال تیمش غافلگیر نشه در شروع سریع بازی. مهرابی صحبت میکنه، مدافعان خودش رو میچینه. حالا با اشاره که به سود خودش میکنه مدافعان رو برمیگردونه عقب. ببینیم چند نفر رو مقابل دو قرار داد. عرض میکنم فاصله مقدار حالا زیاد است، خیلی دیگه باید کاشت زن باشه بازیکن که حالا بتونه به طور مستقیم بزنه. ولی خب میگم صادق بارانی بازیکن ضربه آزاد زنی است، با تجربه هم هست، باید مراقب باشه. مهرابی و دیوار دفاعی مناسبی رو بچینه مقابل این توپ. صادق بارانی هست، یا شما 4 جلال عبدی هم هست و بازیکن بلند قدم که در اون محوطه جریمه حاضر هستند. ببینیم چطور از این توپ استفاده خواهند کرد در 35مین دقیقه از زمان مسابقه.
صادق بارانی به نظر ارسال. بله ارسال هم میاره به سمت راست جایی که قربانی است. ارسال مواج قربانی و برگشت از مدافعان تیم پارس جنوبی جمع. فاز بعدی حمله رو ببینیم اجازه میدن شکل بگیره یا خیر. خب همچنان تو پشت محوطه جریمه تیم پارس جنوبی جمع هست، باید مراقب باشن. برتری عددی رو دارن، نفرات رو در محوطه جریمه دارن برای بچه‌های پارس جنوبی جمع. خوشکفا توپ رو گرفته، یک دویی در سمت راست انجام میشه. یه بازیکن که تعادلش به هم خورده و ببینید تصمیم بله خب اشاره میکنه خطای اتفاق نیفتاد آقای حیدری و ضربه دروازه شکل گرفته. تلاشی علیرضا خوشکفا داشت و ابراهیم صادقی هم صحبت میکنه و اشاره میکنه که برای خطایی بوده. آقای پاشایی رو هم ملاحظه میکنید سالیان سال در کادر فنی آقای مهدی تارتار بود در تیم‌های مختلف، ولی خب از فصل گذشته بود، از زمان گلگهر بود که از هم جدا شدند. عذرخواهی میکنم امسال که آقای تارتار گلگهر از ذوباهن بود که از هم دیگه جدا شدن. حالا آقای پاشایی کنار ابراهیم صادقی است. ضربه دروازه رو احمد مهرابی میزنه بلند به میانهای زمین. اونجا متعاقبا ضربه سر اول رو هم بازم برای بچهای پارس جنوبی جمع میزنن، بدن رو میذارن و سری کمک دوم پرچم رو میزنه. اونجا مرتضی رجایی زاده و آقای خسروی هم در سود خودش دمید. 37 دقیقه. بریم به سراغ مسابقات همزمان ببینیم که چه خبر است. داماش 3-0 بازیش تمام شد و شهرداری آستار سقوط کرده رو اون هم شکست داد. مثل شهر بابک رو به دستاوی کشونده مقابل تیم پیکان. هنوز بازی در جریان است ظاهرا. ولیزاده دقیقه 87 بازی رو به تساوی کشونده مقابل تیم پیکان. کناره ها خطر نمیکنه و اشاکش توپ رو جعفری توپ رو به بیرون میفرسته. هم بلازه حالا فیزیک بدنی و حالا هم موقعیت و پستی که بازی میکنن نزدیک به هم دیگه هستن. اژدهاکش و جعفری توپ رو به بیرون فرستاد تا مدافعانشون برگردن و مستقر بشن. شماره 4 جلال عبدی میره که پرتاب اوت رو انجام بده با روحیز زیاد. مهرابی دو دستش بالاست. حمید نادری مقابل مهرابی و حالا پرتابی که عبدی انجام میده به سمت دروازه. ضربه سر اول رو خود حمید نادری زد. برگشت از بازم مدافعان و یار شماره 5 در واقع خوشکفا و حالا توپ رو رسوندن کامل به طیبی پور دروازه‌بان خودشون و هم مجددا توپ رو ارسال میکنه. پشت مدافعان باید مراقب باشن اشتباه نکنن اونجا. طلایی پوشان که این گونه هم هست خوشبختانه و توپ رو برمیگردونن. یه بار دیگه در مهار توپ ناموفق است اونجا علی دشتی. در جریان مسابقه کمتر دیدیم علی دشتی رو. عرض کردم برای این مثلث بسیار با کیفیت و خطرناکی است. یه پاسه در واقع پشت مدافعان و اونجا مهرابی خروج میکنه، توپ رو در اختیار میگیره. مقتدایی، خدری، سلطانی مهر، احمدی، اخوان حاجوند، علیزاده تا حسینی نجفی و علیزا هادی نیمکت نشینان تیم پارس جنوبی جمع هستند. یه لحظه تعلل از بازیکن تیم سایپا. علی دشتی داشت اونجا صاحب توپ میشد و داشت دروازه تیم یک از تیم‌های سابق خودش رو تهدید میکرد که در آخرین لحظه مدافعان توپ رو زدن و دور کردند.
دقیقه 40 مسابقه است در نیمه اول. خب یکی از بازیکنان حسیم سایپا روی زمین مینشینه و بازی متوقف میشه. بازیکن به کنار زمین میرن که آبی بنوشند و از این فرصت استفاده میکنم. من فقط عرض بکنم پنج سپاس دقیقه 81 جلو دیگر بازی مهم آریو. خب بازی مثل شهر بابک پیکان تمام شد 1-1. عرض به حضورتون که آریو اسلام شهر راست 0-0 در جریان هست. نفت مسجد سلیمان و نفت آبادان هم 0-0. شهرداری نوشهر و مثل سنگون هم 0-0 تمام شد. این مسابقه هم که تا اینجا که دقیقه 41 هست 0-0 مساوی در جریان هست. یه پرس خوب، یه فشار خوب و توپی که اجازه ندادن به سمت زمین تیم پارس جنوبی جمع بیاد. نمایش از تماشاگران حاضر در استادیوم تختی شهر جمع که عرض کردم شاید حالا کمرنگ هم شده باشه یه مقدار، ولی خب همچنان اونا کنار تیمشون هستن، فارغ از اینکه در چه جایگاهی قرار داره و چه آینده‌ای دارند. اونا حمایت خودشون از تیم مورد علاقه‌شون رو ادامه میدن. طیبی پور به زیر توپ میزنه و توپ رو میاره به میانهای زمین. رنجبری ناموفق است. پور امینی با قدی کوتاه‌تر ولی ضربه سر رو میزنه، خیلی سریع میره در موقعیت خودش و پوزیشن خودش قرار میگیره. ارسال به سمت دروازه. طاهرخانی با قد بلند مشکلی نداره برای زدن این گونه ضربات. شصت دهقان به توپ نرسید، اما این چهره کمک اول آقای حیدری اشاره میکنه که توپ به زردپوشان برخورد کرده و به بیرون رفته. خودشون هم تعجب کردن برای بچهای تیم پارس جنوبی جمع که چگونه این اوت ازشون گرفته شده. مهرابی مجدد دستش باز است. سید جلال عبدی پرتاب رو میفرسته به سمت دروازه تیم پارس جنوبی جمع. برگشت از مدافعان، حالا اگه به توپ برسه اونجا افتخاری میتونه موقعیت سازی هم بکنه که اینگونه نمیشه و مدافعان توپ رو مهار میکنند. میبرن توپ رو کناره ها. اونجا درخشان توپ رو به بیرون میفرسته. مصرعی میکنم. خط میانی صادق بارانی. ارسال سری به سمت دروازه. ضربه سر رو هم رنجبری میزنه که مهرابی خوب توپ رو در اختیار میگیره. ضربه سر رو دهقان زد و توپ در اختیار مهرابی قرار گرفت. ارسال خطرناکی رو داشت صادق بارانی. بدون درنگ و تعلل توپ رو گرفت و ارسال به سمت دروازه. برگشت از مجددا دروازه‌بان مهرابی. فضای خوبی است اگه سریع‌تر توپ رو بتونه کنترل بکنه. همون موضوع که عرض کردم خدمتتون، خانی یک دوی رو که میکنه و در ادامه توپ رو ازش گرفتن. اشتاکوش از پشت توپش رو زدند و فرصت جورایی از دست رفت دیگه برای تیم پارس جنوبی جمع. سایپایی ها توپ رو در اختیار دارند. کنترل سینه‌ای که راه به جایی نمیبره و توپ به بیرون میره. صادق بارانی با 6 گل زده از جمله گلزنان برتر لیگ هم هست. البته برتر که چه عرض کنم در رده ششم جدول گلزنان هست. علی دشتی و عباس بوعزار از تیم پارس جنوبی جمع با 5 گل گلزنان برتر تیم پارس جنوبی جمع هستند. طیبی پور هم با 9 کلین شیت در رده هفتم دروازه‌بانان برتر جام آزادگان هست. مهرابی خروج رو انجام میده، به منتها علیه محوطه جریمه میره و اونجا توپ رو با مشت به اوت میفرسته. ارسال مجدد در توپی که به سمت دروازه خودی است. رنجبری ضربه سر رو میزنه. یه قیچی برگردون توپ به تیر دروازه برخورد میکنه. چقدر غفلت کردن اونجا مدافعان و چه واکنشی رو داشت مهرابی. اگر اون نبود دروازه باز بود، تا حدی که تونست
جهش کرد و دستش رو باز کرد و توپ رو روش تاثیر گذاشت تا این توپ وارد دروازه نشه و این چرا پیمان میری که ناراحت است، این چرای رجب زاده هم ناراحت است از سهلنگاری که مدافعان خودش رو داشتن روی سر. ببینید چقدر راحت روی سر جعفری بلند شد، میری کنترل سینه رو کرد، قیچی برگردون رو زد. اگر این واکنش نبود و این کش آوردنی که به بدن خودش داد مهرابی نبود، دروازه باز بود، باعث شد که توپ به تیرک دروازه بخوره و از اون سمت خارج بشه. 2 دقیقه وقت اضافه شده به نیمه اول خواهد بود. مهمترین اتفاق بازی رو حالا سایپایی‌ها رقم میزنن و واکنش فوق‌العاده دیدنی از مهرابی که از واکنش‌های برتر هفته میتونه این صحنه باشه. باعث ناراحتی و مصدومیت مهرابی هم شده این اتفاق. اینجا ببینید خیلی زیبا کنترل سینه رو کرد، با نوک انگشتان خودش توپ رو دور کرد، به تیرک برخورد کرد و از اون سمت به بیرون رفت. از ناحیه کتفی مقدار احساس درد داره. این کتا رو ملاحظه میکنید که برای بین دو نیمه خیدری رو من دیدم که بلند شد، بین دو نیمه قطعا اون رو گرم خواهند کرد و ببینیم که تغییر چگونه خواهد بود. کورنر رو حالا در وابستین دقایق خواهند داشت. ارسال بازم مهرابی مشت میکنه توپ رو، امیدواریم که دستش مشکل خاصی نداشته باشه و این چند دفعه پیاپی او رو دچار مشکل نکنه. مجدد خود مهرابی، مدافعان این مقدار دارن سردرگم بازی میکنن. تذکرم میده به طاهرخانی و صالحی برای اینکه باید هوشیارانه تر به هر حال کارو دنبال بکنه. یکی از بازیکنان پارس جنوبی جم احساس ناراحتی میکنه، از فرصت هم استفاده میکنه اونجا آقای مهرداد خسروی داور وسط و سود پایان نیمه اول رو به صدا در میاره. تساوی بدون گل برای دو تیم پارس جنوبی جم سایپا هفته 28 لیگ دست اول. انشالله در آغاز نیمه دوم بازم با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم نیمه دوم بهتری داشته باشیم. فعلا از حضور شما مرخص میشیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام مجدد به محضر شما بینندگان عزیزم، مستانی و هم میهنان گرامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و بزرگواران رو دارم و با افتخار آغاز میکنیم نیمه دوم بازی دو تیم پارس جنوبی جم سایپای تهران هفته 28 رقابت‌های لیگ دست اول جام آزادگان استادیوم تختی شهر جم و بازی که در نیمه اول بدون گل مساوی به اتمام رسید. حالا در آغاز نیمه دوم تیم میهمان اسکی پرتو اوت رو داره از سمت چپ، ارسال به سمت دروازه، یه چرخشی، یه ضربه که ضربه جالبی نیست و از اون سمت داشت به بیرون میرفت که مدافعان تیم طلایی پوش رو برگردوندند. در واپسین دقایق نیمه اول یه تزلزل رو دفاع پارس جنوبی جم داشت، یک موقعیت خوب رو پیمان رنجبری و پیمان میری به اتفاق خلق کردن و نتیجهش ضربه بود که پس از واکنش خوب مهرابی به تیرک دروازه برخورد کرد رو عرض دروازه رو طی کرد و در نهایت هم به کورنر رفت و مهمترین اتفاق نیمه اول همین صحنه بود. حالا ببینیم نیمه دوم شرایط چگونه پیش خواهد رفت و تیم میزبان پارس جنوبی جم، تیم خوب استانمون، در مقابل تیم بالای جدولی و با کیفیت سایپا چه کار خواهد کرد. امیدواریم بازی جذابی باشه. غیر از صحنه‌ای که عرض کردم در دقایق پایانی رقم خورد، مسابقه در نیمه اول چندان چنگی به دل نزد، موقعیت زیادی رو دو تیم نتونستن خلق بکنند. برای حساسیت حاکم بر مسابقه، فشار روانی که بر بچه‌های پارس جنوبی جم برای اثبات خودشون دارند و میخوان به هر حال در مقابل تیم سایپا شایستگی زیاد خودشون رو به نمایش بگذارن. از یک سو به هر حال نیم نگاهی که دارن همچنان برای صعود خودشون به لیگ برتر و از طرف مقابل هم به تیم سایپا که اونا نمیخوان از کورس و کاروان بالای جدولی ها عقب بمانند. مسابقه‌ای که به هر حال همیشه جذابیت‌هایی داشته. خیلی جالبه که بدونید سال گذشته هفته 28 دقیقاً بازم این دو تیم اینجا مقابل هم قرار گرفتن که تیم پارس جنوبی جم با گل‌های محمد علیزاده و همایون افتخاری 2-1
تیم سایپا رو برد. غیر از این مسابقه 4 مسابقه دیگر از 5 مسابقه اخیرشون رو این تیم سایپا بوده که تونسته درش به پیروزی برسه، از جمله بازی رفت دو تیم که 2-1 تیم سایپا تونسته در مقابل تیم پارس جنوبی جم به پیروزی برسه. در خط دفاعی بر بچه پارس جنوبی جم ارسالی رو که انجام میدن به سمت محوطه جریمه حریف. حمید نادری صحبت میکنه با کمک اول رضا حیدری، اشاره میکنه که آفساید نبوده، به هر حال اگم نبود حمید نتونست به تو برسه. خب یه سری بازی ها تمام شد. آریو اسلامشهر بازم برد و 1-0 شهرراز شیراز رو شکست داد. حریف هفته آینده تیم سایپاس شهرراز. تیم ما هم که باید با تیم مثل کرمان بازی بکنه. دقیقه 70 گل برتریش رو زده آریو. فرج سپاسی هم 1-0 در خانه به استاد کرمانشاه به پیروزی رسیده و 3 امتیاز دیگر رو اضافه کرده، ضمن که اخطار دیگری رو هم سایپایی‌ها میگیرن به خاطر خطایی که روی اژدهاکش مرتکب میشن. فرج مرکزی هم 1-0 برد. داماش 3-0 شهرداری آستارا رو برد. شهرداری نوشهر مثل سنگون مساوی. پیکان 1-1 مقابل مثل شهر بابک بازیش مساوی شد و متوقف شد. پالایش بندرعباس هم 1-0 نیروی زمینی رو شکست داد. مثل کرمان و نفت گچ ساران دقیقه 90 است. 2 مسابقه میمونه، یکیش همین مسابقه است، دیگری هم نفت مسجد سلیمان صنعت نفت آبادان که هر 2 مسابقه که عرض کردم خدمتتون هم بدون گل مساوی است. با فعل و انفعالاتی که رقم خورده در جدول، خب فجر 58 امتیاز صدر جدول، تیم دوم آریو اسلام شهر از 52 امتیاز، پیکان با تساوی که گرفت 48 امتیازی، 4 امتیاز اختلاف انداخته تیم آریو. نفت آبادان هم اگر همین مساوی رو حفظ بکنه او هم 48 امتیازی است، مگری که بتونن در ادامه بازی رو ببرن. یک پاس در اونجا عالی، تک به تک چه توپی رو گرفت طیبی پور، موقعیت خیلی خوبی رو داشت اونجا تیم پارس جنوبی جم. عجب پاس در اون داد اونجا، ببینیم علی دشتی بود یا نادری و خوب استفاده نکرد افتخاری از این صحنه. مسیر حرکتش به گونه‌ای بود که اگر حرکت رو ادامه میداد به راحتی میتونست طیبی پور رو دریبل بزنه. اینجا پاس دیدنی که ارسال شد علی دشتی بود، اینجا میتونست جا بگذاره حتی دروازه‌بان رو، برای ترجیح داد و تشخیص داد که یه مقدار ارتفاع بده به توپ و توپ رو بزنه که برخورد کرد به دروازه‌بان و این پاسخ بسیار محکمی بود به موقعیت و حمله‌ای که تیم سایپا در دقایق آخرین و واپسین نیمه اول داشت. امیدواریم قرار نوید بازی خوب در نیمه دوم رو بده این حمله و این موقعیت. پاس در موقع بسیار زیبای علی دشتی و فرصتی که داشت و مقاومت و ایستادگی کرد این دروازه‌بان طیبی پور. عرض می‌کردم جدول رو تیم نفت اگر بازیش رو بتونه ببره 50 امتیازی میشه، میاد رده سوم رو میگیره از تیم پیکان، اگر که مساوی بشه همین 48 امتیازی است. سایپا فعلا با این تساوی 47، مثل شهربابک 43 ماند. پارس جنوبی جم اگر بازی رو ببره 42 امتیازی میشه و در همین جایگاهی که هست باقی میمونه. در حال حائز اهمیت است اگه 3 امتیاز رو بگیره. پیکان مساوی کرده، نفت آبادان مساوی کرده، فعلا فقط 2 تیم اول بازی رو بردن. به هر حال 21 امتیاز، غیر از این مسابقه 18 امتیاز دیگه باقی مونده. باید پله پله نگاه کنه و بیاد جلو. تیم پارس جنوبی جم برای تعارف نباید داشته باشیم، خودفریبی هم به همین صورت، فاصله مقدار زیاد است و شانس کم، ولی خب باید بازی به بازی نگاه بکنن و امیدوار باشن به اتفاقاتی که در دیگر مسابقات رقم میخوره. خط دفاعی بر بچه‌های پارس جنوبی جم که نیمه دوم رو با انگیزه بیشتر و تهاجمی‌تر آغاز کردند، با دروازه‌بان خودشون مهرابی کار میکنند. بلند توپ رو میفرسته به زمین تیم سایپا، اونجا مدافعان سایپا توپ رو برمیگردونن. درخشان به جای احمدی در پست دفاع راست بازی میکنه، خطایی هم اعلام نشده، بیرون پای خوب رو اونجا میفرستن. موقعیت برای تیم سایپا و توپ از کنار دروازه خطرناک به بیرون میره. بازم فاصله که چه عرض کنم، حفره‌ای که بین 2 مدافع مرکزی صالحی و طاهرخانی به وجود آمد و پیمان رنجبری پس از سر توپ و جا گذاشتن مثل آب خوردن مدافع مقابل خودش، ضربش فقط ماشاءالله اونطور که می‌خواست روی پاش ننشست. باید مراقب باشن مدافعان تیم پارس جنوبی جم. عرض کردم 2 مهاجم در واقع تیم
سایپا کوله‌باری از تجربه رو دارند. حمید نادری توپ رو گرفته، 1-2 که باید دشتی میکنه. حالا توپ رو میفرسته در عمق برای همایون افتخاری که فاصله داره با همایون و در اختیار طیبی پور قرار میگیره. 0-0 مساوی 53 دقیقه. تب و تاب در نیمه دوم بیشتر شده به نسبت نیمه اول. کربلایی در دفاع دستی میکنم جلب عبدی بود. حالا پشت مدافعان باید مراقب باشن، رو به عقب با مهرابی کار میکنه، اونجا خوب توپ رو جمع و جور میکنه به هر ترتیبی که هست و میسپره به جعفری. خدری هم روی نیمکت هست، مدافع چپ تیم پارس جنوبی جمع که در قالب مسابقات بازی میکرد. با چند تا پاس توپ رو از محدوده دفاعی خودشون خارج میکنند، اما بازم برمیگردن و رو به عقب کار میکنند. فردا تیم لیگ دویمون، یکی از دو تیم لیگ دوی، شاهین بندر آباری بازی مهمی رو داره در راه و مسیر رسیدن به لیگ یک مقابل شهرداری ماهشهر. براش آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله در استادیوم شهید مهدوی هواداران حاضر بشن. یک موقعیت برای تیم پارس جنوبی جمع، بازم در دهانه دروازه حضور تو امان علی دشتی و حمید نادری که خطرساز شد روی دروازه سایپا و طیبی پور رو این صحنه هم مقاومت کرد. ببینیم که ایستادگیش در مقابل مثلثی که انگار گرم شده در نیمه دوم تا که ادامه خواهد داشت. فضا رو داشته باشن این مهاجم ها، خواسته دشتی و حمید نادری تغذیه بشن، فضا رو داشته باشن، کارو برای هر مدافعی سخت میکنند. علی دشتی که به هر حال تیم‌های مختلفی رو در فوتبال کشورمون بازی کرده، در تیم‌های به هر حال مدعی و قدرتمند لیگ برترمون بوده، استقلال بوده، سایپا بوده، تراکتور زو و حالا برگشته به شهر جمع. و میتونم ادعا بکنم که حمید رضا نادری واقعا به حقش در فوتبال نرسید. فوروارد بسیار خوب هست، شایستگی حضور در بالاترین سطح فوتبال کشور رو داشته حمید رضا نادری. امیدواریم که به هر حال دیر یا زود این اتفاق با و در کنار در واقع تیمی از استان خودمون براش رقم بخوره. خب اولین تغییر علی زاره هست، همون بازیکنی که عرض کردم تنها تغییر آقای ابراهیم صادقی به نسبت بازی گذشته شد، میاد جای پیمان میری. پیمان میری که یه موقعیت خیلی خوب رو داشت روی خیچی برگردونی که توپش به تیر خورد. یه تعویض دیگه هم داشتن، این چهره پیمان میریست میره روی نیمکت قرار میگیره. فوروارد چالاکی بود به هر حال در سالهای گذشته. دو تعویض رو انجام دادن، تعویض دوم رو در ادامه خدمتتون خواهم گفت به چه صورت است آقای رجب زاده، اما تغییری رو اعمال نکرده در ترکیب تیم پارس جنوبی جمع. یه حرکت از صالحی اعلام خطا میشه از این بازیکن بر روی پیمان رنجبری. این صادق بارانیست که توپ رو صابون برای پیمان رنجبری و با خطا متوقف کردن پیمان رو. به افتخاری هم کارت زرد رو نشون میده آقای مهرداد خسروی. اولین اخطاری تیم پارس جنوبی جمع هست این چهره. توضیح میده برای داور که به هر حال حرکتش مستوجب کارت نبود. البته خطا رو صالحی انجام داد، احتمالاً اختلال در شروع سری بازی. حالا صحبتی که ما برای رد و بدل شده علت اخطاری است که افتخاری گرفته. حالا خطا رو که صالحی انجام داد. توپگیری بسیار خوب از بر بچه‌های پارس جنوبی جمع اونجا در کناره ها. توپ رو اما کم جون داد به هم تیمیش. اجراکش رو به عقب کار میکنه با دروازه‌بان مهرابی. 57 دقیقه. ارسال بلند، ضربه سر اول از خوشکفا در مرکز. سایپایی ها توپ رو در اختیار میگیرن.
احسان جودکی که او هم از پاسورهای خوب لیگ است، از جمله پاسورهای برتر لیگمون هست، توپ رو در اختیار گرفت، 5 پاس گل رو داده و امیر طاهر و مهدی نجفی به هر حال با 7 پاس گل برترین ها هستند. جودکی 5 پاس گل رو تونسته مهیا بکنه برای هم تیمیاش در این فصل. یه دفعه توپ بلند میاد و در اختیار دروازه‌بان قرار میگیره. فرزاد طیبی پور سری به بازیکن خودش در خط میانی و دهقان توپ رو میسپره. کناره ها قربانی، چرخش، حضور به موقع از بربچه پارس جنوبی جمع، توپگیری، پور امینی پاسش تند و تیز است، یه خورده به در سرداخت علی دشتی رو اعلام هند شده از علی دشتی. اعتقادهای خسروی به این صورت است که پاسی که ارسال شده برای دشتی و از دست خودش استفاده کرده برای مهار توپ. دیگر بازیکن ذخیره تیم سایپا رو هم ملاحظه کردید که در حال گرم کردن هستند تا به صلاح دید آقای ابراهیم صادقی به زمین مسابقه بیان در ادامه کار. آرام آرام روی طیبی پور فشار رو میارن و بازی رو به جریان میاندازه. در خط دفاعی درخشان توپ رو دور میکنه، برگشت مجدد از مدافعان تیم سایپا. دهقان رو به جلو، پشت مدافعان بازم فضا رو پیدا میکنن و توپ رو اونجا ارسال کردن برای علی زاره که عرض کردم او بازیکن جدید ورود هست در ترکیب و اعلام خطا میشه از خود این چهره علی زاره. بعد از اون که توپ از دست داد مرتکب خطا شد بر روی مدافعان تیم پارس جنوبی جمع. خدری در پشت سر صالحی و مهرابی قابل مشاهده بود. خانی احساس ناراحتی میکنه، ببینیم که آیا اولین تعویضی او خواهد بود یا خیر. کادر پزشکی بالای سرش آمدن و وضعیتش رو بررسی میکنن. خب الان دیگه فقط 2 بازی باقی مانده تا پایان هفته 28. نفت و گچساران و مثل کرمان هم بدون گل مساوی بازیشون تمام شد. یه مرور خیلی سریع رو داشته باشیم. شهرداری نوشهر 0-0 و مثل سونگون داماش سعید شهرداری آستارا رو برد به اسات کرمانشاه 1-0 به فجر سپاسی با پنالتی که جعفری زده بازیشو باخته. مثل شهر بابک 1-1 با پیکان بازیشون مساوی تمام شد. نیروی زمینی 1-0 به پالایش بندرعباس بازیش رو باخت. شهر راز 1-0 به آریو اسلام شهر بازیش رو باخته و تمام هم شده. نفت گشتاران و مثل کرمان بدون گل، پارس جنوبی جمع سایپا تا اینجا بدون گل و نفت وجه سلیمان و نفت آبادان تا پایان نیمه اول بدون گل. 2 مسابقه که حسن ختام در واقع هفته 28 هست. هفته 29 چهارشنبه 27 فروردین ما سریع دنبال خواهد شد و خدمتتون که عرض بکنم تیم پارس جنوبی جمع در این هفته میهمان مثل کرمان خواهد بود چهارشنبه 27 و تیم سایپا میزبان شهر راز شیراز. برای تیم پارس جنوبی جمع در ادامه مسیر آرزوی موفقیت میکنیم. درخشان در میانه زمین توپ رو رسود به بازیکن تهاجمی اما ناهماهنگی اونجا بین بچه‌های تیم پارس جنوبی جمع دیده میشه در این لحظات. جعفری اونجا صد میکنه. عرض کردم خب یه لحظه ما احساس کردیم که میخواد آقای خسروی خطا رو از جعفری بگیره ولی با کمکی که بهش میده اونجا رجال زاده کمک دوم خودش اشاره میکنه که ابتدا خطایی رو علی زاره انجام داده بوده روی جعفری و
خطا به نفع تیم پارس جنوبی جم هست. می‌خواستم اینو عرض بکنم که در ابتدای گزارش عرض کردم از چند تا سوت اول هر داور به هر حال میشه تشخیص داد که نحوه قضاوت او به چه صورت است. آقای خسروی به هر حال اکثر برخوردها رو خطا میگیره و حالا شاید به واسطه جوان بودنشون میخوان که ابتکار عمل و در واقع شرایط بازی رو بتونن تحت کنترل داشته باشن، ابتکار عمل از دستشون خارج نشه و مدیریت بکنند. حالا چیزی که حالا در لیگ برترمون هم مشاهده میشه، برخی داوران به هر حال هر صحنه رو خطا نمیگن، ولی خب آقای خسروی سعی میکنه با حساسیت هم در صحنه انصافا نزدیک است و هم اکثر برخوردها رو سعی میکنه به هر حال متوقف بکنه و خطا رو بگیره. پی میگیریم کار رو از پشت تک رو میزنه و توپ بازیکن تیم پارس جنوبی جم رو میزنه. حالا موقعیت خوب دشتی روانی دروازه میکنه اونجا، افتخاری نمیتونه از سر توپ بزنه. حالا به هر ترتیب که هست توپ رو ارسال میکنه، میره تیر دورتر برای دیگر بازیکن پارس جنوبی جم. خانی توپ رو گرفته، حالا ارسال متعاقب اون به سمت دروازه، برگشت از مدافعان. پور امینی خطاست، این صحنه خطاست، حتی جریمه شخصی هم میتونه داشته باشه این حرکت. خب فقط کارت زرد هست. خطایی که انجام دادن بر روی حسین پور امینی، کنترل سینه بسیار قشنگ حسین و خطایی که محمد مهدی خدایاری فرد بازیکنی که او هم به همراه این صحنه خیلی خطرناک بود، پاشت رو بالای سر حسین پور امینی بالا آمد. عرض می‌کردم او به همراه علی زاره دو تعویض همزمان بودن که اتفاق افتاد در ترکیب تیم سایپا و حالا دقایق پس از حضورش اخطار میگیره محمد مهدی خدایاری فرد. خیلی سریع حسین خودش رو به فاز حمله رسون، توپ گیری کرد از حریف و باعث شد که بازیکن حریف در واقع یک خطا رو مرتکب بشه، یک اخطار رو هم تحمیل کرد به بازیکن حریف. طیب پور صحبت میکنه با مدافعان خودش. چهار نفر صحبت میکنن تا بتونن از این توپ بهترین بهره برداری رو بکنند. ساله‌ای رو فقط می‌بینیم از بچه‌های تیم پارس جنوبی جم که در میان انبوه سایپایی‌ها هست. 4-5 بازیکن پشت توپ هستن. موقعیت ایدئالی است در 65مین دقیقه از زمان مسابقه. متمایل به سمت چپ هست، دشتی که هست، حمید نادری هم هست، افتخاری هم هست، حسین پور امینی هست. دشتی رو جدا میکنند، نادری رو هم همینطور. حالا این کار تمرین شده، یک ضربه خوبی بود و در میانه راه با سر توپ رو برگردون مدافع سایپا. ضربه خوبی بود که اونجا رضا جعفری زد و درسته که به دروازه نرسید ولی قدرتش به گونه‌ای بود که میتونست خطرساز بشه. به صورت حالا تمرین شده، یکی دو بازیکن پریدن، یه بازیکن از میان پاش توپ رو رد کردن و هر ترتیب ضربه نواخته شد، در میانه راه بلاک شد و برگشت داده شد. خب حسین پور امینی سرباز جنگنده میان میدان تیم پارس جنوبی جم از زمین مسابقه خارج خواهد شد. کاپیتان و به جاش محمد سلطانی مهر وارد ترکیب خواهد شد. بازیکن بسیار خوش اخلاق، بی ادعا و زحمتکش تیم پارس جنوبی جم با کول باری از تجربه. او هم در تیم‌های مختلف لیگ برتر کار کرده، دوران درخشانی رو در همین تیم پارس جنوبی جم در لیگ برتر سپری کرد. پس از اون تیم‌های مختلف از جمله پیکان، مس و چندین تیم دیگه و حالا باز هم برگشت به پارس جنوبی جم. همونطور که عرض کردم سلطانی مهر که خواستگاه فوتبالیش سایپا بوده وارد ترکیب میشه. آفک خوشنقشی سلطانی مهر و ببینیم در دقایق پیش رو چگونه کمک خواهد کرد به تیم پارس جنوبی جم. در تصویر ملاحظه می‌فرمایید که بله سلطانی مهر به جای حسین پور امینی وارد ترکیب شد برای تیم پارس جنوبی جم. خب اشاره به تعویض میکنه رضا جعفری پس از ضربه پای چپش، ضربه محکمی هم بود. یکی دو دقیقه بعد از اون حالا دیگه درخواست تعویض میکنه. گرفتگی مایچه به نظر میرسه مشکل اوست، اشاره هم میکنه که از چه ناحیه‌ای آسیب دیده. بله خدری
مارزا خدری دفاع چپ به جای او وارد ترکیب خواهد شد. حمید نادری هم صحبت میکنه که امکان ادامه کار رو نداره جعفری و باید تعویض بشه و از ترکیب خارج. اجراکش بازیکن جوان رو هم ملاحظه میکنی در کنار علی دشتی و آقای فرید که برگ تعویض رو برد بده به داوران برای انجام این تغییر. منتظر هستیم تا تعویض انجام بشه. دهقان رو هم در سمت راست تصویر ملاحظه میکنید. خب آرام آرام از زمین خارج میشه. آرزوی سلامتی میکنیم برای جعفری، بازیکن خوبه تیم پارس جنوبی جمع. ملکی هم تعویض بعدی آقای ابراهیم صادقی است. خب درازکش روی زمین قرار میگیره و کادر پزشکی همونجا مشغول رسیدگی میشن به جعفری. 69 دقیقه پی میگیریم کار رو، در حالی که بدون گل مساوی بازی در جریان هست. جلو میان سایپایی ها آرام آرام. سید جلال عبدی الان یه بازیکن در این دقایق کمتر داره تیم پارس جنوبی جمع و این گونه است که میبینید در زمین خودی همه بازیکنان حاضر شدن. در خط دفاعی باید مراقب باشن اونجا. توپگیری خیلی خوب از افتخاری و دفع توپی که حالا انجام میده میتونست به سمت بیرون زمین هم باشه تا هر حال تعویض رو تیم پارس جنوبی جمع بتونه انجام بده. این گونه نمیشه و توپ بازم در جریان بازی باقی میمونه. در خط دفاعی خوشکفا سمت راست قربانی رو پیدا میکنه، بلند ارسال این بازیکن، جایی که علی زاره توپ رو به هر ترتیب گرفته از روی تعلل مدافعان. همون نقطه هم است که ما کمبود بازیکن داریم. خطای اوتی چیزی اتفاق بیفته برای خدری میتونه به ترکیب اضافه بشه. حالا این خطا رو سلطانی مهر انجام میده و اشاره میکنه که تعویض رو انجام بده تیم پارس جنوبی جمع. خدری میاد و در پست دفاع چپ قرار خواهد گرفت. از این لحظه دو تعویض دیگر رو تیم سایپا میخواد انجام بده. خب برگشته بود بنده خدا به زمین جعفری، با همین وضعیت داشت بازی رو انجام میداد. خدری حالا میره به جاش در سمت چپ قرار بگیره. خسته نباشید هم بهش میگن کادر فنی مهدی ثابتی و دیگران. صادق بارانی خودش توپ رو ارسال خواهد کرد. این خطایی است که انجام داد سلطانی مهر بر روی دهقان و حالا محمد صادق بارانی که ارسال رو انجام خواهد داد. علی دشتی صحبت میکنه. رنجبری هم به نظر رسید از ترکیب خارج شد. این گونه به نظر اومد یا حالا در محوطه جریمه و در حال ملکی مترصد رسیدن به زمین بود. درون محوطه جریمه آفساید هم نه نیست، آفساید هم نیست و دروازه حالا باز میشه با گلزنی بازیکن تیم سایپا علیرضا ملکی که بله تعویض شده. همون بازیکنی که ارسل هم کنار زمین حاضر بود، بله دیگه همزمان با خدری وارد زمین شد و نمیدونم فکر کنم اولین تاچ توپش هم بود که میره با پیمان رنجبری که به جاش وارد زمین شده اون رو هم به هر حال تقسیم میکنه. شادی گلش رو به نظر میاد اولین تاچش است. با ضربه سر دروازه رو باز میکنه. باز هم تعلل مدافعان پشت دو مدافع مرکزی. خدری هم دیر رسید به توپ، اومد که پوشش رو بده پشت دو مدافع مرکزی رو که دیگه دیر شده بود و هر چقدر به بدن خودش کش آورد دروازه‌بان مهرابی دیگه این بار نتونست دروازه رو نجات بده و این چهره ملکی زنده اولین گل مسابقه میشه. بیش از 20 دقیقه زمان داریم تا پایان مسابقه. برای بچه‌ها اگر به تکاپو بیفتن و کادر فنی اگر تدبیر مناسب رو داشته باشه و بیاندیشه، به هر حال زمان کافی است برای اینکه نتیجه رو برگردونند. سلطانی مهر از یه بازیکن عبور میکنه، رو به جلو میفرسته. حالا میخوان ببرن به سمت چپ که اونجا دستشون رو میخونن و توپ رو میگیرند. هوادارا براشون قابل پذیرش نیست که تیمشون مجدد در مقابل یک تیم مدعی دیگه بخواد امتیاز رو از دست بده. عرض کردم زمان هم به اندازه کافی داره تیم پارس جنوبی جمع و باید با انگیزه بیشتر و پرتلاش به سمت دروازه سایپا حمله بکنه اگر میخوان کار رو برگردونن. حالا
حمله برای خدری و اولین حرکت این بازیکن یک کورنر رو به همراه داره برای تیم پارس جنوبی جم. آقای رجب زاده کنار زمین حاضر هست و این نگاه کرد به پشت دروازه، احتمالاً بخواد به هر حال بازم تغییر رو بده در ترکیب تیمش. افتخاری ضربه کورنر رو ارسال خواهد کرد برای تیم پارس جنوبی جم. به سمت دروازه کوتاه از تیر یک برگشت از مدافعان تیم سایپا و سریع توپ رو کنترل بکنن. اجراکش این کار رو انجام میده. سلطانی مهر با سر بلند و بالا توپ رو میفرسته جایی که افتخاری است. موفقیت آمیز هم هست ارسالش. این بار دیگه در سود خودش ندمید خسروی و ادامه کار رو اعلام کرد. اعتقادار خطایی رو مرتکب نشد. قربانی این چرا آقای خسروی داور وسط مسابقه عجب ارسالی رو انجام داد. محمد سلطانی مهر اینجا دقیق توپ رو فرستاد روی سینه همایون افتخاری. مزاحمت ایجاد کرد براش قربانی، ولی خب نتونست متقاعد بکنه داور مسابقه رو که خطا رو بگیره. مجدد حمله از سمت چپ، بازم فضا رو پیدا میکنن بر بچه پارس جنوبی جم. یه حضور به موقع اونجا از نادری که همراه نمیشه با یه پاس خوب و مناسب از خانی. فضای خوبی ایجاد شده بود اون کناره ها و میتونستن بهتر استفاده بکنن. اجراکش هم فکر کنم داره به همین موضوع اشاره میکنه که وینگر چپ میتونست بهتر از اینا کار بکنه. شاید گزینه بعدی تعویض هم همین بازیکن باشه. رضا خانی دو بازیکن رو من دیدم که آرمین احمدی بود و بازیکن دیگری که داشت باشون صحبت میکردن برای که به زمین فرستاده بشن و در ترکیب تیم پارس جنوبی جم. ارسال بیاسل به بیرون میره. صالحی توپ رو میسپره به درخشان که او پرتاب رو انجام بده. یکی دو حرکت رو داشت در نیمه اول ولی خب پس از اون حرکت خاصی ازش ندیدیم. علی دشتی با سشت و تیز است، نرسید به بازیکن خط میانی. این در واقع نتونستن اونو کنترل بکنن توپ رو. یه مکس رو میده آقای رجب زاده و اشاره میکنه تعویض‌ها در ترکیب تیمش انجام بشه که نه این گونه فعلا نیست، آماده نیست شرایط تعویض. ملاحظه میکنم داستان کنترل توپ اولیه که عرض کردم خدمتتون در نیمه اول هم که پرتاب اوت رو با هر بر بچهای ما عاجز هستن در مهارش و این بیس فوتبال هست که ضعفش در فوتبال ما دیده میشه. یک دامی رو اونجا میندازه. حالا حمید نادری، درخشان در ترتیب که هست. افتخاری توپ رو صاحب میشه، تعادلش رو از دست داده، آوانتاژ رو نمیده و اعلام خطا میشه. بازیکنی که یک کارت رو هم داره محمد مهدی خدایاری. صحبت و اشاره علی دشتی به همین موضوع بود که اینجا یه پادوبای قشنگ رو زد اونجا افتخاری در میان سه چهار بازیکنی که خطای خوب رو گرفت. بله حالا تعویضا انجام میشه. درخشان از بازی خارج میشه و به جاش آرمین احمدی وارد ترکیب خواهد شد. اژدهاکش رو من میبینم که از ترکیب خارج میشه و فردین نجفی میاد به جاش. خب حمید نادری رو هم از زمین خارج کرد تا یار شماره 49 محمد علیزاده که عرض کردم در بازی برگشت فصل گذشته تونسته بود گلزنی بکنه، او وارد ترکیب بشه. ضربه خطا، ارسال به سمت دروازه، ضربه سر رو اگه بتونن بزنن اونجا که مدافعان تیم سایپا موفق تر هستن و اونا توپ رو برمیگردونند. علیزاده، نجفی بازیکن جدید الورود توپ رو در اختیار دارن. موقعیت برای جمعی ها، یک کنترل در سمت چپ، توپ رو حالا بر ترتیب گرفتن. اگه سر توپش کامل میشد شاید حتی میتونست پنالتی رو هم بگیر از مدافعان سایپا. 77 دقیقه مهرابی باید سریع کارو به جریان میاندازه. سلطانی مهر یه مقدار عقب‌تر آمده، در چندین بازی در پست مدافع مرکزی هم بازی کرد محمد سلطانی مهر. ارسال بلند به تیر در واقع به نقطه مقابل خطی به سمت چپ، پاسش بازم موفقیت آمیز بود. در محوطه جریمه قیچی
زیر طاق دروازه، اما اعلام خطا به نظر میرسه شده قبل از اون. اعلام خطا شده. چه قیچی برگردونی رو زد اونجا. علی دشتی به زیر طاق دروازه برخورد کرد، اما خطای محمد علیزاده از قبل گرفته شده. پاسای قدسی سلطانیمر فوق‌العاده است. اینجا این صحنه خطایی که گرفته شده، بازم میسپاریم به کارشناسان داوری و این قیچی برگردونی که البته گلم نشده بود ولی خب به هر حال ریباند رو میتونستن استفاده بکنن. این صحنه است که حالا این مقدار فاصله هم داشت، به هر حال دفاع هم سرش رو خم کرد. بازم عرض میکنم کارشناسان محترم داوری باید نظر بدن در این خصوص، ولی خب پا رو به میزان زیاد بالا نیاورده بود اونجا علیزاده. سلطانی مهر بازم با سر بالا توپ رو ارسال میکنه. اونجا فشار و سرعت میتونه دچار اشتباه بکنه. مدافعان تیم سایپا رو این بازی رو میتونستن برای بچهای پارس جنوبی جمع زودتر شروع بکنن این نوع بازی رو. در واقع یه بار دیگه حرکت. طاهرخانی آهنگ دروازه حریف رو کرده که در میانه راه توپ رو ازش گرفتن. یه بازیکن روی زمین قرار میگیره. داور کمک اول در واقع آقای حیدری هم لبخند زنان صحبت میکنه با بازیکن درون زمین آقای رجب زاده. آرمین احمدی و ملکی زننده تگ گل مسابقه تا اینجای کار. احساس ناراحتی دهقان و کادر پزشکی که به دعوت داور مسابقه وارد زمین میشه. خب تا دقیقه 60 نفت مسجد سلیمان نفت آبادان بدون گل مساوی بازیشون در جریان هست. کادر پزشکی هم سعی میکنه مداوا بکنه بازیکن رو، گرچه برای برانکارد باید بیاد و این بازیکن رو از زمین خارج بکنه. دقیقه 80 هست. کاظم برجلو هم صحبت میکنه با قربانی. حسین پاشایی هم ملاحظه فرمودید و دیگر بازیکنان که در زمین حاضر هستن. کربلایی هم صحبت میکنه اونجا با قربانی و حالا لنگان بازیکن از زمین خارج میشه. یه باری که تکرار بکنم، فرج سپاسی یکیچ بازیش رو برد. آریو اسلام شهر هم یکیچ برد تا شرایط خودش رو بالای جدول بهتر بکنن. این چهره ملکی باعث شد سایپا به هر حال در بالای جدول امیدوارانه تر کار رو دنبال بکنه. 49 امتیازی میشه اگه بتونه حالا شرایط رو کنه. امیدواریم که برای بچه‌ها کار رو برگردونند. میتونه به رده سوم هم بیاد تیم سایپا و اگر البته نفت آبادان هم بیشتر از 1 امتیاز در اون مسابقه نگیره. بازی مهم نیست. امتیاز بسیار مهم نیست، هم برای تیم ما هم برای تیم سایپا. فعلا تیم میهمان موفق است در این زمینه. برگشت از مدافعان در میانهای زمین یه سر توپ قشنگ رو میزنه اونجا صادق بارانی. عرض کردم هم بسیار با تجربه است. کمکش میکنه علی دشتی که برخیزه. خب یه بازیکن دیگه احساس ناراحتی میکنه. خب عرض کردم من در نیمه اول که آقای صادقی خودش به دفعات اعلام کرده که مخالف این هست که بازی به واسطه حالا چیزی که شائبه اتلاف وقت باشه بخواد متوقف بشه. در این 1-2 دقیقه 2 بار بازیکن خط دفاعی که خوشکفاست روی زمین قرار گرفته. حالا دیگه برانکارد میاد برای انتقال او به خارج از زمین. ببینیم که شرایط بازگشت رو داره یا خیر. منتظر هستیم ببینیم که وضعیت چگونه خواهد شد در ادامه کار. مدافع مرکزی از زمین خارج میشه فعلا. جوریانی بازیکنی است که وارد زمین میشه با شماره 41. بله جوریانی بازیکنی است که در لیستی که در اختیار بنده است جورجانی، حالا در واقع نوشته یاسین جورجانی، ولی حالا طبق آنچه که پشت پیراهنش ما دیدیم جوریانی حالا به نظر میرسید. در حال او به جای خوشکف وارد زمین میشه. اعلام خطا از بازیکنان ما بر روی بازیکنان حریف و خطایی که
انجام داده فردین نجفی و روی قربانی و این بازیکن رو متوقف میکنه. دقایقی رو خوب تیم پارس جنوبی جمع کار رو پیش برد، بسیار تهاجمی و با انگیزه بالا، ولی خب دو سه تا وقفه حالا مصدومیتایی که به وجود آمد یه مقدار از سرعت تیم پارس جنوبی جمع کاسته و باید ببینیم که در ادامه کار شرایط چگونه پیش میره برای تیم میزبان. رو عقب با مهرابی کار میکنن با پای راست، برگشت نه چندان موفقیت آمیز. کناره ها سایپایا توپ رو در اختیار میگیرند. علیزاده در خط دفاعی با جره عبدی. این بازیکن که عرض کردم تعویض شد خوشکفا و پرچمی که کمک دوم زد آقای رجایی زاده و آفساید سایپایا را اعلام کرد. آرین احمدی به عرض میزنه، سلطانی مهر اشاره بهش میکنه که با خط دفاع کار بکنه. عمده ارسال ها و بازیسازی از خط دفاع بوده، عمدتاً ارسال بوده به سمت دروازه. کمتر دیدیم که بازیکن خط میانی با پاسهای کوتاه قرار بتونن خودشون رو به دروازه حریف نزدیک کنن و بازی سازی بکنن. بیشتر تلاش برای ارسال از خط دفاع بوده به سمت دروازه حریف. حالا یک از محدود دفعاتی است که در حال هافبک‌ها بازی سازی میکنن. به سمت دروازه خدری طوپ رو میفرسته و اونجا طیبی پور توپ رو در اختیار میگیره. باز هم هر چقدر که بتونن فضا سازی بکنن، کوتاه کار بکنن و با پاسهای این چنونی به دروازه نزدیک تر بشن، به تب میتونن خطرسازتر بشن روی دروازه تیم سایپا. فرزاد طیبی پور به هر حال بعدش نمیاد که بتونه دهمین کلین شیت خودش رو هم ثبت بکنه. مساهمت فردین نجفی برای مدافعان و توپی که به بیرون میره. آقای رجب زاده کنار زمین حاضر است و اینور ابراهیم صادقی. ابراهیم که تقریبا کامل در تیم سایپا، رجب زاده در تیم ذوباهن، فرج سپاسی خارج از کشور در تیم‌های حوزه خلیج فارس، ولی خب دوران درخشانش در تیم ذوباهن بود. در دهه 80 در فوتبال کشور جزو ستاره ها بودن هر دو چهره مربی در این مسابقه. مجدد رفت و برگشت و مجدد پرتاب. بازیکن جدید الورود جوریانی که پرتاب رو حالا او انجام میده و خوب هم توپ رو فرستاد به سمت زمین پارس جنوبی جمع. صالحی توپ رو کنترل میکنه، میبره به کناره ها. باز هم توپ رو لو دادن بر بچهای ما و اونجا سایپایا هستن که توپ رو در اختیار گرفتن. با علی زاره ارسال به سمت دروازه. غفلت نباید بکنن که این گونه است، غفلت رو میکنن ولی توپ در چارچوب نیست و ضربه‌ای که میزنه اونجا خدایاری فرد از کنار دروازه به بیرون میره. مهرابی باید سریع کار رو به جریان بیاندازه برای تیم پارس جنوبی جمع. در میانه زمین سلطانی مهر تک ضرب میبره به سمت چپ، جایی که خدریست رو عقب کار میکنن با دو مدافع مرکزی خودشون. صالحی با آرمین احمدی در مرکز. سلطانی مهر یا دیگر بازیکن به هر حال قبل از اون که توپ رو دریافت کنه سریع پشت سر خودش رو نگاه کرد به دنبال بازیکن خالی. حالا فردین نجفی در اون محوطه جریمه از محوطه مقدار دور میکنه خودش رو. حالا میارن به کناره ها. آرمین احمدی یه بازیکن رو جا میگذاره، یک دوی که میخواد شکل دشتی. بازم با لاهی توپ رو میرسونه به هم تیمیاش و پرتابی که از سمت راست به دست میاد برای تیم پارس جنوبی جمع. خوب کار کرد علی دشتی، یه موقعیت بسیار خوب رو در ابتدای نیمه دوم ساخت برای افتخاری، تک به تک کرد او رو که راه به چارچوب نداشت اون موقعیت و اون توپ. رو به جلو، دریبل بسیار زیبا از
بازیکن تیم پارس جنوبی جمع اعلام ضربه دروازه میشه و ناقص میمونه این حرکت خوبی که محمد علیزاده انجام داد. یک پارو توپ قشنگ رو عوض کرد و بازیکن مقابل رو جا گذاشت در ادامه، اما بعد از برخورد توپ به پای خودش به بیرون رفت. فرزاد طیبی پور بازی رو به جریان میاندازه برای تیم سایپا در حالی که 87مین دقیقه از زمان بازی رو پشت سر میگذاریم. به هر حال چندین بار وقفه رو داشتیم در جریان مسابقه، ببینیم که دقایق تلف شده چقدر خواهد بود. حرکت ادامه کار برای تیم سایپا، اعلام خطا هم نشده و کار رو دنبال میکنن برای بچه‌های پارس جنوبی جمع. سلطانی مهر در شرایط دشوار سرحال و قبراق بازی میکنه. محمد سلطانی مهر خصوصیت بسیار بارز و خوبی که داره سربالا بازی کردن و پاس‌های قطری خوبی است که میده، چند پست هم هست. حالا در ریز مسائل تاکتیک خود آقای رجب زاده است، ولی شاید میتونست از ابتدا هم سلطانی مهر در ترکیب باشه. او در تمرینات بازیکنان رو زیر نظر داره، شرایطشون رو خب به طب بهتر میدونه، یعنی خب جزو آفکایی است که حضورش در ترکیب به نظر میاد که لازم هست. توپگیری از در بچه‌های پارس جنوبی جمع. سلطانی مهر که همه جا هم هست با خط دفاعی کار میکنه در سمت راست. آرمین احمدی خط دفاعی پیدا میکنه صالحی رو. سلطانی مهر میبره به سمت چپ. طاهرخانی است، خدری که کامل جلو کشیده، حرکت طولی رو آغاز کرده. ارسال طاهرخانی و هم تیمیا نمیرسه و برگشت از مدافعان. فردین نجفی سعی میکنه فشار رو بیاره روی دروازه‌بان طیبی پور. یعنی زمین توپگیری بسیار خوب از محمد سلطانی مهر. باز در عمق فردین نجفی آهنگ دروازه حریف رو کرده، آفساید هم نیست، روی پای چپ خودش میاره، رو دستش حرکت کرده، اونجا موقعیت رو داره علیزاده و با پای چپ توپش رو ارسال میکنه که بعد از برخورد به مدافعان به کرنر میره. حرکت خوبی انجام شده از سمت راست تهاجمی و یک کرنر رو متعاقبش به همراه داره برای تیم پارس جنوبی جمع. خود علیزاده میره که کرنر رو بزنه. 5 دقیقه وقت تلف شده، برای نیمه دوم لحاظ خواهد شد. علی کعبی داور چهارم رو اعلام میکنه. ارسال هم انجام میشه، مدافعان توپ رو برمیگردونن. سلطانی مهر توپ رو گرفته، پاساش معمولا دقیق است، ارسال به تیر دورتر، اما خروج خوب از طیبی پور با دستان بلند خودش توپ رو در اختیار میگیره. اشاره میکنه بازیکنش برای طراحی ضد حمله که منصرف میشه و سعی میکنه مالکیت رو نگه داره برای خودش. ملکی زننده تگ گل مسابقه تا اینجای کار، نرسید به توپ. اولین لمس توپ رو در واقع به جورای به عنوان رکورد هم برای خودش ثبت کرد ملکی که به عنوان اولین تاچ یا لمس توپ تونست دروازه رو باز بکنه با ضربه سر. پس از اونم خیلی دیگه در واقع برخوردی بدنش به توپ نداشت و مختصر و مفید بود در حضورش. ملکی بازم توپ رو به راحتی از دست میدن. برای بچه‌های تیم پارس جنوبی جمع دچار به هر حال استرس هم شدن در این دقایق. مدافعان تحت فشار هستند، هواداران از اونا برد میخوان، ولی خب تا اینجا که ناکام بودند. حالا صالحی توپ رو در اختیار طاهرخانی قرار میده. در خط دفاعی بر بچه‌های تیم پارس جنوبی جمع 2 دقیقه از وقتای تلف شده دارن پشت سر گذاشتیم. علیزاده آهنگ دروازه حریف رو کرده از سمت چپ. آرمین احمدی چرا سانت نکرد، رو پای چپ خودش برای رو راست پاس دخالت میده اونجا خودش رو فردین نجفی و سعی میکنه داور رو برای متقاعد کنه برای گرفتن خطا، اما این گونه نشد و ادامه کار رو اعلام کرد داور مسابقه. آقای ابراهیم صادقی صحبت میکنه با بازیکنش.
یه بار دیگه موقعیت ارسال به تیر دورتر. مهدی رجب‌زاده او هم در کنار زمین کل دقایق رو ایستاده دنبال کرده. سلطانی مهر از راست میاره به چپ، حالا از چپ به راست مجددا مسیر برمیگرده. موقع دیگر علیزاده درون عمق پیدا میکنه نجفی رو، اگه از بازیکن مقابل خودش بتونه عبور بکنه که پاسخ فعلا منفی است. توپ رو اونجا هافکا گرفتن. یک ضربه دیدنی از سلطانی مهر که دروازه‌بان رو به شدت دچار مشکل کرد و به واکنش واداشت. عجب صحنه رو خلق کردن برای بچه‌های پارس جنوبی جم و ضربه محکم و روپایی رو که زدن. متعاقبش حالا ارسال به سمت دروازه است. برگشت از سایپایا، توپ رو کاشتن آماده کردن برای سلطانی مهر. یک ضربه روی پای بسیار محکم رو، بله متشکر از همکاران، اینجا به زیبایی ضربه رو زد. فوق العاده کار کرد هم سلطانی مهر هم طیبی پور. برای عرض میکنم و بازم تکرار میکنم، ریز مسائل تاکتیکی و میزان آمادگی بازیکنان رو به تبع بهتر از همه آقای رجب‌زاده میدونن، ولی سلطانی مهر بازیکنی است که واقعا اگه آماده باشه و مسئولیتی نباشه و به هر حال داستانای از این دست باید فیکس بازی بکنه. فوق العاده کار کرده در دقایقی که در زمین حاضر بوده. این ضربه روپاش واقعا دیدنی بود. پاس کوتاه در محوطه جریمه. چقدر خوب بازی می‌کنه در این دقایق تیم پارس جنوبی جم و چرا این 70-80 دقیقه رو اینجوری بازی نکردند. توپگیری به خوبی در سمت راست انجام میشه. حرکت دیگه از برای بچه‌های پارس جنوبی خطا به نظر میرسید، مزاحمتی رو ایجاد کرد برای بازیکنی که رو به جلو داشت حرکت میکرد، ولی خب داور ادامه کار رو اعلام کرده و خطایی نگرفته. یک دقیقه پایانی است. من عرض میکنم یه بار دیگه 27 فروردین ماه چهارشنبه تیم پارس جنوبی میهمان تیم مس کرمان خواهد بود. سایپا هم در اون روز میزبان شهر راز است. فجر سپاسی با نیرو زمینی بازی میکنه. در همون روز آریو اسلامشهر با نفت و گاز گچساران. سایپا رو هم که عرض کردم بازیشو پیکار با داماش گیلان بازی میکنه. همین مسابقات هم در یک روز. نفت آبادان هم با مثل شهر بابک بازی خواهد داشت. پس این ثانیه هاست متاسفانه کار خوب پیش نمیره برای تیم پارس جنوبی جمعی. خدا قوت رو من عرض بکنم به همکارم در واحدهای مختلف تلاش کردن این مسابقه به صورت زنده تقدیم بشه به شما بینندگان عزیز، هموستانی و همیهنان محترممون. تماشاگران هم مغموم، ناراحت و ناراضی هستن از نتیجه‌ای که رقم خورده و این چهره که حالا نگاه ها دیگه به سمت اوسای خسروی داور وسط مسابقه که اینجا سود پایان رو به صدا در میاره. خدا قوت ببره بچهای تیم پارس جنوبی جم برای تلاششون رو کردن در این مسابقه. تبریک به تیم سایپا بابت پیروزی که آورد و این نمای بسته از تگل زننده تگل مسابقه در این مسابقه ملکی ضمن که همکاران به تصویر هم میکشونن. برای تیم پارس جنوبی جم در ادامه مسیر آرزوی موفقیت میکنیم و خیلی خیلی سپاس، تشکر از شما بینندگان عزیز که لطف کردید با ما همراه بودید. امیدوارم تلاش جمعی همکاران بنده مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه. برای تیم خوب استانمون در ادامه مسیر آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم حالا امسال که دیگه تقریبا تمام شده است، از ابتدای سال آینده تمهیدات و برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشه که مدعی منسجم، اون گونه که هواداران دوست دارن روانی مسابقات بشن و به هر حال مجدد پارس جنوبی جم رو در لیگ برتر ببینیم و امیدواریم که خواست و اراده برای حضور پارس جنوبی جم در سطوح بالا هم باشه در لیگ برتر فوتبال کشورمون. خیلی خیلی متشکرم.